سلام عزیزانم، به پیج فرکوک خوش اومدین. برای درست کردن هفته بیجار سبزی ها رو میشوریم، روی پارچه خشک میکنیم. بادمجون و یرالماسی رو خرد کرده روی پارچه خشک میکنیم. سبزی ها رو چرخ میکنیم، بادمجون های خرد شده رو اضافه کرده. سیر و فلفل آسیاب شده، گلپر، پودر تخم گشنیز، نمک و سرکه به اندازه نیاز اضافه می کنیم. عزیزان فلفلمون هم باید تند باشه. بعد نعنا خشک رو اضافه می کنیم، هم میزنیم تا مرحله بعد. عزیزانم گرالماسی خرد شده رو اضافه می کنیم، زیر و رو می کنیم تا سبزیجات یک دست بشه. بعد انتقال میدیم داخل شیشه، درش رو میبندیم. بعد از یه هفته قابل مصرفه. نوش جونتون.